سلام خدمت خانم‌ها و آقایون محترم. امروز میخوام راجع به حقیقت، نیکخواهی، بردباری صحبت کنم. 3 تکنیکی که اگه انسان رعایت کنه سخت‌ترین سختی‌ها را میتونه تحمل کنه. فقط نمیخوام تو سیلابس شور دادن بشه، چون همه این مسائلی که تو زندگی گفتم اتفاق افتاده و شما هم که الان بیننده هستید میتونید استفاده بکنید. یه شخصی که شنا بلد نیست بپره تو آب، خب 2 تا قلوب آب میخوره، خفه میشه. ولی اگه از قبل آموزش دیده باشه بدون ترس شیرجهش رو میزنه، کنار میکنه و لذتش میبره. الان زندگی انسان ها همه در فشاره، از هر جهت که بگی. این شرایط طبیعیه، چه در بدترین جا باشی چه در بهترین جا باشی. الان برای سقوط و صعود همه شرایط آماده است. یک نفر میتونه سقوط کنه، یک نفر هم میتونه صعود کنه. به چه طریقی میشه صعود کرد؟ خب هیچ کسی به فکر سقوط نیست، ولی میبینیم که الان پیوسته اکثرا دارن از بازی حذف میشن. حالا به هر طریقی که شده در واقع همون سقوط انجام میشه. اگه امروز برای حمید مهراز مشکلی اتفاق بیفته چطور باش برخورد میکنی؟ اولا من اومدم به سیستم ذهنی مشکل رو تعریف کردم. میگم زمانی که انسان کار داشته باشی همون مشکله، ولی اگه مشکل نداشته باشی بیکاری. خب پس ببین، با دیده خوب بهش نگاه کردم. اینجا اومدم سادهش کردم. مشکلات اگه من داشته باشم پس میتونم بگم من کار دارم. وقتی این پالس به ذهنم بره خوشحال میشه، زجر نمیکشه، روحی از بین نمیره. هر چقدر مشکلات من بیشتر باشه کارم زیادتره تو این زمانی که اکثرا بیکارن. پس این تعریفی بود که من با مشکل تو ذهنم برای خودم کردم. خب این سادگی رو شما را میتونید انجام بدید در ذهنتون. چرا؟ چون هر تعریف که تو ذهن داشته باشی ضمیر باطن پیش میره و اگه قدرتش نرسه میدی به ضمیر ناخودآگاه. ضمیر ناخودآگاه به طریقی اونو درستش میکنه. ایمان داشته باش به خودت، ایمان داشته باش به عالم غیب، اون عالمی که تو نمیبینی ولی حسش میکنی. پس یک از دلایل صبر که انسان میتونه مقاومت کنه چیه؟ امیده. امید داشته باش که بعد از این سختی خوش داری. حالا من یک زمان هستش که امید واهی به خودم میخوام بدم. نه، امید واهی نمیدی. این همه امتحان شده است. در هر کتاب با آسمانی هم که بخونی، از کتاب زبور گرفته تا انجیل و تورات و کتاب قرآن، همه بحث شده. صبر و مقاومت،
صبر و مقاومت یه فایده که داره تقوای انسان رو میبره بالا. تقوا چیه؟ تقوا انرژی احاطه دورته. هر چقدر تقوا بره بالا جذابتر میشی. به قول امروزی ها شخصیت کاریسماتیک میشه. هر چقدر که قدرت تحمل سختی ها تو زندگی زیادتر باشه شخصیت کاریسماتیک تر و جذابتر میشه. و یکی از مسائلی هم که تو زندگی میفته خانوادت به ایول میگن جذاب میشی. شما کار نداری ولی همین که داری زندگی تو میبری جلو این خودش کاره. همین که مشکلات زندگی تو تعریف کردی که من کار دارم خودش آخر کاره. پس خوشحال باش. خودت هم دیگه قصه نمیخوری، ناراحت نمیشی، عبوس نیستی که من بیکارم. نه، تو از زمانی که بلند میشی کار داری تا زمانی که بخوابی. دیگه الان نه میدونی که مشکلات همه انقدر زیاده که کسی بیکار نمیتونه باشه. پس من این تعریف ذهنی رو دارم. مشکل برابر با کار. هر چقدر کارم زیادتر باشه استراحتم کمتر باشه تحملش میکنم و شادم چون من کار دارم. پس سختی و زجر و مشکل رو شما باید سادهش کنید با کلمه به نام کار. من کار دارم. اولین حرکتی رو که تو زندگیتون انجام میدید باید روی استقامت و مستقیم بودنتون باشه. یعنی حقیقت چیزی است که وجود داره. چیزی که وجود نداشته باشه حقیقت نیست. دیگه الان انقدر افراد هستن که برای اینکه یه مسئله رو توجیه کنن اینقدر دروغ میگن که این چون دروغ اولین فایده که ضرری که میاره امواج منفیه. یعنی یه شخص یه حس قوی داشته باشه خیلی راحت میتونه بفهمی که این شخص داره دروغ میگه یا راست میگه. وقتی حق میگه انرژی مثبت ساطع میشه، وقتی که دروغ میگه انرژی منفی ساطع میشه. مثل کسی که داره سیگار میکشه. یه شخص سیگاری از بوی سیگار بدش نمیاد ولی یک شخص سالم از بوی سیگار تنفر داره. حالا اون شخص دروغگو نمیفهمه داره دروغ میگه چون عجین شده با کلماتش. 100 کلمه که بگی 90 کلمهش هجویاته. اون چند درصد هم که میمونه شاید دروغ باشه. قسمت کلمه دوم پس اول شد حقیقت، کلمه دوم شد نیکخواهی، کلمه سوم بردباری. کلمه نیکخواهی که بهترین مسیر زندگی عشق ورزیدن. همه رو دوست داشت باش. شما حتی در طبیعت هم که میری نرو مثل این افرادی که لاابالی هستند وقتی راه میرن یه برگی رو درخت ها میکنن. به هیچ عنوان برگ درخت یا کوچکترین موجودی که داره حرکت میکنه تو این طبیعت نباید ضربه بزنی. حتی من دیدم افرادی که برای اینکه یک کلمه حرف بزنه حرف خودشونو ترجمه آورد میکنن و اون عشق و محبتی که دارن نمیتونن با حرکت و حرفشون به مخاطبشون برسونن. عشق ورزیدن اولیه زندگی هر شخصی باید باشه. اگه نباشه اون زندگی نخواهد بود. کسی که بدون عشق
زندگی میکنه نابود داره زندگی میکنه، بی فرمون. یعنی هر چی که خوش آید پیش میاد، یا هر چی که پیش آید خوش آید. این زندگی نیستش. ولی زندگی رو عشق و محبت و نیکخواهی که باشه، شما همه رو دوست داشته باشی، مطمئن باش طبیعت برات کار درست میکنه، کار خوب درست میکنه دیگه. کار بد درست نمیکنه، مشکل درست نمیکنه که تو فکر کنی کار داری. نه، کار خوب درست میکنی که عشق کنی، چون داری عشق به همه میدی. عشق میدی، عشق میگیری. یعنی کسی که عاشق باشه، عاشقانه زندگی کنه، موجی که از ساته میشه فقط عشقه، فقط عشقه. کارمایی هم نداره که بخواد عشقش دچار زدگی بشه. حالا من نمیخوام الان وارد این بود بشم، فقط میخوام یه خبری بهتون بدم. چند وقت دیگه، شاید، حالا نمیگم تاریخ دقیقش، از من دعوت شده که من برم راجب اسرار عالم دنیایی که من چند ماه تو کما بودم تو تلویزیون صحبت کنم. حالا اگه این کار انجام شد، حتما افرادی که این فیلم رو نتونستم ببینم، من تو کانال یوتیوب آپاراتم خواهم گذاشت. قول نمیدم، باید شرایط من درست بشه که این دعوتی که از تلویزیون شبکه 2 ازم شده من قبول کنم. به نام مثل این که برنامه روزگار پس از زندگی، یه همچین چیزی. حالا منم این برنامه رو ندیدم، ولی شخص موجودی برنامه دکتر موزون، ایشون شاید بشناسیم. ایشون خودش دکترای فلسفه داره و خیلی روی این مسئله تحقیقات وسیع کرده و الان کانال 4 برنامه ایشون یه برند شده. حالا این ایامی هستش که از من چند وقت پیش دعوت شده که من ایام ماه رمضان یک روز اختصاص بزنم برم با ایشون مصاحبه کنم، ولی قبلش ایشون میاد گرگان از من و خانوادم یه فیلم میگیری و اینو من گفتم که اسرار حق و شاید من اون روز که برم تو تلویزیون بگم، ولی اونم شرایط داره، باید احساس کنم که آیا میتونم بگم یا نه. من همه رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده. مرسی، خداحافظ.